بریم که یکی از زیباترین آبشارهای منطقه سوادکوه مازندران رو با هم ببینیم. وارد روستای جواره میشیم و بعد از گذشتن از جنگلبانی مسیر جنگلی و زیبا رو به سمت امامزاده گزو ادامه میدیم. میرسیم تو جاده جنگلی به این دو راهی که یکی میره سمت امامزاده گزو و سمت راست میره سمت پرورش ماهی. مسیر پرورش ماهی رو ادامه میدیم و بعد از دیدن کلی مسیر جنگلی زیبا و گذر از این رودخونه میرسیم به این کلبه جنگلی وسط جنگل که مسیر پیمایشی ما از همینجا شروع میشه. گنداختید توی هوای بارونی داریم میریم سمت آخر انتهای حیات کلبه جنگلی از این در گذر میکنیم و وارد جنگل میشیم. تا حدودی پارکور مسیر مشخصه ولی چون جنگل سرخسیه بهتری که ترک مسیر رو داشته باشیم که گم نشیم. اصلا لاکتاش نیاد اصلا چیز نیست یه بیواره است و بیای پایین